سلام دوستای نازنین. امروز در باره امتحان ریاضی که عنقریب 14 می ست میشه صحبت میکنیم. این امتحان فاندیشن و هایر است. البته GCSE ماتس فاندیشن و هایر. ما ورقه را یا بوکلت را که درست کردیم یا اگزام پیپر را که درست کردیم پروتکتد است. همین تاپیک ها یا همین مطالب در امتحان حتما میایم، مگر سوالا مختلف می باشد چون این پردیکتد پیپر است. کس نمیفهمه که سوالی که در امتحان میاد چی می باشه. پیش از پیش افشانه میشه. تنها در روز در یک تایم در یک روز تمام یوکی در سیم تایم او اگزام ست میکنن. ما رکمند میکنم بر دوستای ما که اگر فاندیشن میکنن کوشش کنن که هایرم بکنن. برشون کمک میکنه که در فاکولته که میرن سندشون قابل اعتبارتر است چون لیولش بالاتر است. زیادتر دوستا از ما سوال میکنن که کدامش بهتر است، آیا ریاضی را بخوانیم نخوانیم. خب دوستا نظر بستن در یوکی شما باید مینیمم نالج ماتس و انگلیش داشته باشید. ریاضی لیول 1 لیول 2 اوکی است برای کسایی که خانم هایی که در کالج ها هستن. لیول 1 لیول 2 اوکی است، مگر برای دوستای ما که بخواین یونیورسیتی برن یا در کاری که زیادتر با ایژوکیشن ستینگ باشه هایر بهتر است که بکنن. اگر شما فاندیشن میکنین کوشش کنین که گرید 5 بگیرین. اعتبار او سند یا ارزش از او سند از او سرتیفیکیت بالاتر است. اگر بتونین 5 بگیرین بهتر است براتون. من کوشش میکنم تمام مطالبه که شما بتونین کمک کنه شما را که لیول 5 بگیرین کوشش میکنم که در این ویدیو دربارش صحبت کنم. خواهش میکنم این ویدیو را برای دوستای نازنین ما شیر کنین تا اونا مستفید شون، خصوصا خارقای نازنین ما که در انگلند هستن. اونا اگر کمی سپورت ضرورت داشته باشن ما کوشش میکنم که در این پیپر یا در این امتحان بوکلتی که هست که ما خودم درست کردیم تمام معلوماتی که درباره از این امتحان است برای شما شیر کنم. بس لطفاً این ویدیوی مرا با تمام دوستایی که ضرورت دارن شریک بسازید تا بتونن حداقل اگر یک معلومات مفیدی از این بگیرن کافی است. این امتحان GCSE که است تاپیکایی که شما اسس میشین یا این امتحان سوالایی که میآید مربوط نمبرز میشه، الجبرا، جیومتری، استاتستیک. از شما سوالا پرسیده میشه. شما باید نالج یا معلومات درباره از تاپیک داشته باشین. GCSE General Certificate of Secondary Education 3 اگزام است، 3 پیپر است. پیپر 1 نون کلکولیتر درباره از ان شاء الله یک ویدیوی خاص جدا جور میکنم. پیپر دومش پیپر اول کلکولیتر اجازه ندارین، ماشین حساب هیچ اجازه نیست. شما باید در جریان 1.5 ساعت سوالا رو حل کنین که 80 مارک است. سوالا مشخص نیست که 23 سوال است 24 سوال است. اونا نظر من مارکی که هر سوال که 80 مارک بسازه به همونجا پیپر استاپ میکنن یا که 21 سوال میباشه 23 سوال میباشه مشخص نیست. هر سال تغییر میکنه، هر سال سوالا تغییر میکنه. هیچ کسی این سوالا را قبلا دیده نمیباشه. شما وقتی که امتحان میتین اولین کسایی میباشین که این سوالا را میبینین چون در تمام انگلند the same time same day این پیپرها یا امتحان ست میشه. این لیست همون تاپیک های است که شما باید آمادگی برش بگیرین. خواهرای ما که با برادرای ما که در انگلند زندگی میکنن خصوصا در کالج هستن باید از این چک لیست آگاه باشن، بفهمن که کدام تاپیک ها را باید بخونن. ما در ویدیوی جداگانه که درست میکنم درباره از این تاپیک ها صحبت میکنم، مگر امروز درباره پیپر فاندیشن فوکس ما است. این فرمول شیت که میبینین ما درست کردیم تا بتونم تمام معلوماتی که
یا تمام فرمولایی که شما کار دارین برای GCSE فاندیشن ما جایگزین کنم. در پیپری که بر شما داده میشه بعضی از این فرمولا هست، بعضیش شما باید حفظ کنین. تریگونومتریک اگزکت والیو را باید شما حفظ کنین، نسبت های مثلثاتی را باید حفظ داشته باشین. در پیپر بر شما داده نمیشه. میت پوینت چگونه پیدا کنین، میت پوینت یک لاین اون هم بر شما داده نمیشه. گریدینت آف لاین همچنان بر شما داده نمیشه. تنها بعضی از این فرمولا در بوکلت هست. کوشش کنین که صفحه اول پیپر سعی ببینین فرمولایی که هست. اگر حفظ ندارین از او استفاده کنین و فرمولایی که نیست شما باید حفظ داشته باشین. دوستایی لیست پردیکتد پیپر است که ما درست کردیم. 24 سوال است، 80 مارک، فاندیشن است. بیاین ببینیم سوالا را چگونه حل میکنیم. همیشه صفحه اول اگزام به این شکل است. سوالا بسیار ساده، 1 مارک 2 مارک می باشه. سوال اول قسمی که میبینین write down the value of 5 in the number 224.05 شما ارزش 5 را در 224.05 باید پیدا کنین. شما مجبور نیستین این تیبل رسم کنین، ما تنها برای انفورمیشن یا معلومات شما ایره نوشته کردیم. ببینین 224.05 والیوی 5 چند است، تنها ارزشش نوشته میکنین. ببینین عدد 5 در خانه دوم بعد از احشار وجود داره، پس ارزشش 0.05 است و یا 500. ببینین TH در آخرش باید نوشته کنین چون 100 مرتبه از یک ای عدد کوچکتر است. سوال دوم، لیست بر ما داده شده. write down from the list an even number. even number به معنای عدد جفت. از لیست که داده شده شما باید یک عدد جفت نوشته کنین. قسمی که میبینین در این لیست 2 عدد جفت است، مگر سوال از ما خواسته شده an even number، تنها یکیش باید نوشته کنیم. و او خاطر شما باید سوال دقیق بخونین که چی خواسته شده. اگر شما نوشته کنین هر دویشه، نظر به اگزامینر است که چی گونه پیپر شما رو مارک میکنه. شاید مارک بگیرین، شاید نگیرین، به خاطر از شما خواسته شده uneven number، یک عدد جفته. پس اگر شما نوشته کنین 2 عدد جفته، جواب سوالتان غلط است، با وجودی که 32 و 40 هر دویش عدد جفت است میدانیم، مگر از ما خواسته شده یکیش نوشته کنیم. پس متوجه باشین در layout of question، طریقی که از شما جواب خواسته شده به همون طریق جواب بدین. خب عدد جفت 32 انتخاب میکنیم. بخش بعدیش write down the multiple of 8. ببینیم دو multiple 8 در لیست است، 32 و 40. multiples of 8 ضریب 8 که 32 و 40 است. کلمه را که میبینید نوشته است multiples more than one، از یکی بیشتر. بازم براتون تکرار میکنم دوستای نازنین، متوجه باشین که این باریکی هایی که اگر میگفت write down multiple of 8 یک دانه باید نوشته میکردین، مگر گفته multiples of 8 more than one باید at least 2 و یا هر چیزی که هر مالتیپل 8 که شما در این لیست میبینید باید همیشه لیست کنین یا نوشته کنین. پس 32 و 40. قسمت بعدی list all the prime numbers. خب بعض شاگردا اشتباه میکنن، وقتی ما پیپرشون رو مارک میکنم میبینم که نوشته کردن پرایم نمبر از 2 شروع کردن 2 3 5. غلط. چرا غلط؟ به خاطر که سی را که میبینین بر شما کیلومتر یا کلی است، بر شما که میگه که از همین لیست که داده شده باید نوشته کنین، نه که پرایم نمبر لیست کنین. پرایم نمبر لیست کنین بسیار یک لیست کلان است، یه اگزامینر از شما نمیخواد. تنها شما خواسته شده که پرایم نمبری که نمبرزی که در این لیست است شما باید او را نوشته کنین، یا اعدادی که در او است اونا را شما باید نوشته کنین. پس پرایم نمبری که در این لیست است قسمی که میبینین 11 19
و 39 است. اگر شما به شکل نوشته کنین از این صفحه اول 4 مارک بسیار به سادگی به دست میارین. کوشش کنین. توصیه من است که سوالایی که ساده است که شما میدانین اونا را اول حل کنین و ببینین ما هایلایت کردیم با رنگ زرد. این کلمات است که بسیار مهم است. شما باید متوجه باشین که سوال صحیح بخوانین بعداً سوالتان را حل کنین.